اگر پیج ما را فالو دارید و از ادویه‌های آرتین استفاده میکنید، اول این پست را لایک کنید تا برای دوستانتون بفرسته. امروز یه دستور کوکوی عالی براتون دارم، کوکوی گردو با استفاده از ادویه کوکوی آرتین. بریم که درستش کنیم. از ظرفی برای سرخ شدن کوکو گردو استفاده میکنیم که عمق زیادی داشته باشه و ضخامت کوکومون یه مقداری بیشتر از حالت عادی باشه. اگر موادی لازم برای این کوکوی خیلی خوشمزه را میخواید، کلمه کوکو را برامون کامنت کنید تا براتون دستور دقیق مواد ارسال بشه.